جسد یک مرد 33 ساله ساکن دوشنبه که اخیراً هنگام ماهیداری در دریای کوفرنیان غرق شده بود از جانب نجات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده یافت و به پیوندانش سپرده شد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان این حادثه 25 سپتامبر رخ داده است. بگاهی ساعت 18:00 به قسم نوبتداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر دادند که یک ماهیگیر در رود کوفرنیان غرق شده است. ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به جای حادثه حاضر شدند ولی جستجوها تا فرا رسیدن تاریکی نتیجه ندادند. صبح روز 26 سپتامبر جستجو را از سر گرفتند و بالاخره جسد ماهیگیر را پیدا کرده و به پیوندانش سپردند. مورد به یادآوری است که در ظرف 8 ماه سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 129 نفر غرق شده، از این شمار 90 نفر جان باختند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان کشور خواسته است که احتیاطکار باشند و همه قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت نمایند.